وکیلان مجلس ملی تاجیکستان یک قانون بحث برانگیز پیشنهادی از طرف کمیته امنیت ملی را تصویب نکردند. قانون درباره مقامات امنیت ملی به ماموران امنیتی اجازه میداد که به اجازت به خانه هر ساکن وارد شوند و جستجو کنند. محمد سعید عبیداللهیف رئیس مجلس ملی گفت که قانون باید دیگر باره برای بازنگری فرستاده شود، زیرا اینجا مسئله کفالت امنیت شهروندان در حفظ حقوق آنها مطرح است. محترم رئیس، قناعتشاه لایقزاده عضو مجلس گفت در قانون معلوم نیست که در کدام حالت کارمندان حفظ حقوق و امنیت حق دارند به اجازه به منزل شهروندان وارد شوند. معین گردید که در قانون پیشنهاد شده کمبودی‌های زیرین جای دارند. یک ماده 21 پریم 1 قانون مذکور با طلبات بند دهم ماده 34 قانون جمهوری تاجیکستان درباره سندهای معیاری حقوقی مطابقت نمی‌کند. زیرا ماده ذکر گردیده وارد شدن به منزل استقامتی و انشاءات دیگر قطعه‌های زمین و حدود نامگذاری شده، لیکن به متن ماده موافق نیست. در قسم سوم همین ماده مقصدهای وارد شدن نشان داده شده‌اند. آنها به طور وسیع استفاده یافته در عملیه میتواند باعث ویران شدن حقوق و آزادی‌های کنستیتوسیونی شهروندان گردد. قانون درباره مقامات امنیتی ملی را ماه اکتبر سال گذشته مجلس نمایندگان تصویب کرد. مؤلفان قانون در آن زمان میگفتند که این سند برای مبارزه با تروریسم و تأمین امنیت خود شهروندان ضرور است و مقامات باید حق داشته باشند در صورت موجودیت خطر به خانه ساکنان به اجازه وارد شوند. جامعه شهروندی این سند را مخالف کانستیتوسیون نامیدند. حالا این قانون را باید مؤلفانش مکمل کرده و از نو برای بررسی بفرستند. اعضای مجلس ملی تاجیکستان روز 16 فوریه در مجموع 52 مسئله را بررسی کردند و این اجلاسی نخستین بعد برکناری محمد سعید عبیداللهیف از مقام شهرداری دوشنبه است.